یه جمله از آلبر کامو من نوشتم، 2 خطه ولی خیلی جمله مهمیه. میگه وقتی انسان آموخت که چگونه با رنجهایش تنها بماند و چگونه بر اشتیاقش به گریختن چیره شود، آن وقت چیز زیادی نمانده که یاد نگرفته باشد. ببینید همه اینو با همه قلبم بهتون میگم که همه اون احساس خشم و اندوهی که تجربه میکنیم، همه تاریکی که درش قدم میذاریم ممکنه ترسناک باشه، ولی این تاریکی با همه قلبم میگم که تاریکی گور نیست، تاریکی رحمه. این تاریکیه که شما رو به تولد دوباره میتونه برسونه و نترسید ازش. هر آدمی که دیدید با خودش در صلحه، هر آدمی که دیدید که قدرتمنده، هر آدمی که دیدید و کیف کردید از انرژیش و از راحتیش و از اثرش، هر آدم اینجوری که دیدید